سلام بچه‌های عزیزم، میخوایم بریم آموزش این کوچه‌های خوشمزه که در دهان آب میشه درست کنیم. 50 گرم کره همراه با پودر قندم هم 100 گرم بود حدودا. با هم دیگه هم میزنیم تا کره خوب مخلوط شن. روغن مایه رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم که یک دست با هم دیگه مخلوط شن. تا اینجا که ویدیو که همراه من بودین بنویسین ببینم از کجا من رو تماشا میکنین، خیلی هم خوشحال میشم که تو نظرات بهم بگین. 50 گرم نشاسته ذرت به خاطر ترد بودنش اضافه میکنیم که کوچیکمون ترد باشه. بیجین پودر 1 قاشق غذاخوری بود، مائل 1 قاشق غذاخوری، 300 گرم آرد رو اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم که خمیر نرمی به دست بیاد. با کفگیر هم میزنیم. میایم کارتاچمون رو تمیز میکنیم و با دست کمی برز میکنیم. این خمیر زیاد برز دادن نمیخواد، فقط یه کمی برز میدیم که خمیر به هم بچسبه، نرم بشه، که خمیر خوبی تو دستی وقتی میخوایم شکل بدیم یه خمیر خوبی باشه. میخوایم روش رو تزیین کنیم. 1 قاشق غذاخوری دارچین، 2 تا قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم، با هم دیگه مخلوط میکنیم تا اینا با هم دیگه مخلوط شن. میذارم کنار و سینی فررام میذارم اینجا با دست اندازه مونده دیگه، با هر چه اندازه‌ای که دوست داشتیم. من یه اندازه یه توپ کوچولو درست کردم و قل دادم رو یه دارچین و شکری که همراه داشتم، اونا رو با هم دیگه روی اون قل دادم. یه فر قرار دادم به همین ترتیب که میبینید. بعد با کمی با دستم روشو فشار دادم که پهن بشن. بعد فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه اندازه 10 دقیقه میذاریم تا بپزن. وقتی پخت اینجوری به هم راحتی خیلی هم خوشمزه و ترده، آماده خوردن. به سرو کردنش ببینید چقدر خوب شده، ترد نرم. بچه‌های من عاشق این کوچی‌های خوشمزه شده. تو نظرات برام بنویسید، خوشحال میشم که در کنارتون هستم. ممنونم. در ویدیو بعدی